بین‌های عزیز، این موتری است که محمد رضا احمدی، یک انجینر افغانستانی، دیزاین و تولید کرده تحت کمپانی به نام اینتاپ که شما لوگویش هم می‌بینید. در این برنامه قرار است در مورد راه یافتن این موتر به نمایشگاه بین‌المللی قطر صحبت کنیم. سلام و درود یک شما بین‌های عزیز، آرزومند صحت و سلامت یک شما خوبان هستم و امشب شما را دعوت میکنم به یک ویدیوی جذاب از راهیابی موتر افغانستان به نمایشگاه بین‌المللی قطر. و قبل از اینکه بریم روی اصل موضوع، اگر تا حال سابسکرایب نکردید کانال من را سابسکرایب بکنید و لایک فشار بدید که بریم درباره این نمایشگاه و اینکه موتر افغانستان در این نمایشگاه راه یافته همراه شما عزیزان صحبت بکنیم. خب، نمایشگاه بین‌المللی قطر در دوحه که بین 5 اکتبر اینجا نمایش داده شده، 5 اکتبر تا 14 اکتبر 2023 برگزار میشه. Discover the Ultimate Festival Automotive Excellence. اما Discover به دست بیاورید نهایی، اما جشنواره نهایی موترهای برتر، کمپانی های برتر است که این نمایشگاه همو میراث نمایشگاه بین‌المللی ژنوا هست که برترین های صنعت موترسازی و بهترین موترهای خوده که تا حالا شما تصورم نبکنید. لاکچری، یعنی بسیار لوکس، اسپورتس، یک ذات عجیب و غریب و کلاسیک به نمایش میاد. در این نمایشگاه بیننده‌های عزیز، هر کسی که تصور چیز برای نمایش داره میاره جهانیان به نمایش میگذاره. خب، اینا بخشی از نمایشگاه ها هست که شما میتونید در بخش این نمایشگاه هایی که در روز برگزار میشه، اینجا شاید گفته باشه در روزه میشه دیگه، 5 تا 14 که ها اشتراک میکنه در و چه ها اتفاق میفته. تمامش در وبسایت تشریح داده شده بوده. در روز است که تعداد ژورنالیست هایی که اشتراک میکنه و همچنان بیننده های یا ویزیتور کسایی که میای میبینه. کسانی که علاقمند است برای موتر افغانستان از نزدیک ببینه، بروین موتر افغانستان در این نمایشگاه از نزدیک ببینین. در اینجا باید سر بزنین و چه اتفاقهایی میفته قرار است. در اینجا مسابقه هست دیگه، نمایشگاه هست، موترهای عجیب غریب در داده میشه. اینها را برای شما تمام معلومات کامل اینجا این سایت ارائه میکنه. خب، میرویم در مورد برنامه هایش میبینیم چه برنامه های قرار است برگزار شود در این جشنواره و افغانستان در کجای این برنامه هست. این هم اسکیجوالش هست. اسکیجوال همو در روزه تجربه در روزه در جشنواره قطر که واقعا من یک هیجان خیلی خاص دارم که این نمایشگاه برای تمام افغان ها یک نمایشگاه خاص هست، چون برای اولین بار یک کمپانی از افغانستان در این جشنواره راه یافته. تاریخ 5 اکتبر قرار است. اکتبر روز رسانه هست، همینطور 9 7 تا 14 اینجا اسکیجوال است. کسایی که انگلیسی میفهمید عزیز میتونید ببینین و قرار هست چه اتفاقهای بیفته. مثلا کلاسیک گالری در 5 تا 14 اکتبر، 12 اکتبر پرید اف اکسلنس، ادونچرز. خب، برنامه هایی هست که قرار است این نمایشگاه برگزار شود. مثلا چه موترهایی به نمایش گذاشته میشه و چه مسابقه ها و چه کارهایی صورت میگیره، اینایش تماما اینجا نوشته شده. 2 PM to 10 PM daily. دیگه روز شنبه هست Experience the Thrill of GIMS قطر 2023 که نام نمایشگاه است بیننده‌های عزیز. و اینجا همون جایی است که مسابقه های موتر رانندگی برگزار میشه. وقت هیجان انگیز است. اینجا موزیم قطر است، موزیم ملی قطر دیگه. دیزاین هایی که برای آینده هست نمایش داده میشه. روز رسانه ها هست، جاهایی که نمایشگاه اجرا میشه. وقت عجایب خود داره. خب، میرویم بخش کمپانی هایی که در اینجا گفته GIMS قطر 2023 اکزیبیتورز. اینجا گفته GIMS قطر 2023 ویلکم 32 دانه برندی کمپانی های جهانی را بیننده‌های عزیز خوش آمدید میگه در اینجای
این افغانستان هم جمعی او برند ها هست. بله ببینید از اینجا میبینید کمپانی های مشهور جهان است که در این جشنواره یا در این نمایشگاه اشتراک کرده. از جملهش آردی است. آردی را که نامش شنیدیم، شاید شما هم شنیده باشین. بی ام دبلیو که از موتورهای مورد علاقه است که می‌خوایم یک وقتی داشته باشیم. ببینید عزیز و کمپانی مشهور جهانی است. بله ببینید عزیز اونجا کمپانی انتاپ هست. انتاپ همون کمپانی از افغانستان خود ما. همین کمپانی های مشهور دیگر هم براتون نشان میدم که 32 کمپانی در این جمع اشتراک کرده. یعنی مرسدس هست، نیسان هست، دیگه نامه هایی که تویوتا هست و این جمع موتورهایی که اشتراک کرده. میریم روی کمپانی خود ما افغان ها انتاپ. روی انتاپ میریم که موتور خود ما افغان ها هست که اینجا نمایش داده میشه. یا نیست؟ من خیلی هیجان دارم. دوستان اینترنتی ما ضعیف هست، کمی ببخشید. موتور بله ببینید اکار دیزاین استودیو فرام افغانستان. من که متن خواندم یک هیجان خاصی رو داشتم. خب بعدش انتاپ manufactured by Afghanese engineers. افغان یک افتخار است برای تمام افغان ها. دوستای عزیز about انتاپ اینجا هم درباره کمپانی است. انتاپ کمپانی was established in 2019 نمود 2019 میشه و اکتیویتی خود امو فعالیت های خود آغاز کرده. کسای انگلیسی بلد است دوستان میتونن معلومات در مورد کمپانی بخونین. بله معلومات کمپانی انتاپ هم میتونید کسای انگلیسی بلد است تا اینجا بخونین. و میریم روی دیزاین و ساخت و باخت موتور هست که اینجا شما میبینید موتور افغان ها هست. هم موتوری که محمد رضا احمدی دیزاین کرده به نام خود افغان ها. باز کدام وبسایت مشکل پیدا شد دوستان عزیز؟ انتاپست. بله خب این همون موتوری است که توسط خود انجینرز محمد رضا احمدی دیزاین شده و ساخته شده و در این نمایشگاه شما دیدین در جمع 32 کمپانی برند مشهور جهانی موتور راه یافته. واقعا که یک افتخار بزرگ برای تمام افغان ها هست. آرزو میکنم که موتور ما بتونه یک جایگاه بلند جهانی را در این نمایشگاه به دست بیاره. دیگه تشکر از حمایت شما خوبان که تا اینجا با ما همراه بودید و این خبر خوش شنیدید. اگر ویدیو را لایک نکردید حتما لایک بکنید، دکمه سابسکرایب افشار بدید تا برنامه ها را بیننده باشید. تا درود دیگر بدرود. به امید پیروزی یا دستاوردهای بزرگ کمپانی خود ما انتاپ از افغانستان عزیز.